یک بلونم خشک شده. یعنی بازار که میبینید باشه جای میشیم یعنی جاش نمیفهمین کنم بازار است. بازار 500 فامیلی شهر کابل است. البته شاید بگوین دیگه یک دفعه هم تو گفته بودم در کامنت ها بسیاری دوستا گفته بود در تامنایل و تایتل کلان شکری 500 فامیلی باز میگی کجاست. و دوستان عزیز وقتی ما ویدیو رو میگیرم دیگه وقت هنوز تامنایل و تایتل حد ببینین بازار دوستان عزیز چی نیست یعنی چه قسم خانک است. چی رنگ خانک است دوستان عزیز. بسیار متمیده شمال و باد است. نزدیکای 500 فامیلی طرف بازار شوقدر چی نیست. بازار قصر نیست دیگه. این قصر عروسی روم سلطنت دوستان عزیز از قصرهای عروسی 500 فامیلی شهر کابل. سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. با معذرت دوستان عزیز یک بلونم خشک شده. یعنی بازار که میبینید باشه جای میشیم یعنی جاش نمیفهمین کنم بازار است. بازار 500 فامیلی شهر کابل است. البته شاید بگوین دیگه یک دفعه هم تو گفته بودم در کامنت ها بسیاری دوستا گفته بود در تامنایل و تایتل کلان شکری 500 فامیلی باز میگی کجاست. و دوستان عزیز وقتی ما ویدیو رو میگیرم دیگه وقت هنوز تامنایل و تایتل حداقل جور نکردیم. این جلبی رو ببینین، این گوشت ها رو ببینین، خوشحالی مزدار واه بازار ببینین بازار قصابی ها رو ببینین. خدا چه یک بازار رو داره اینجا دوستان. این چه قسم بیربار است. این سرکشان در حال ساختن دوستان که تازه جور میشه. از سرک هم براتون ویدیو می داشته باشم انشالله. بیان که این بازار است میریم این سرک میریم تو دوستان عزیز باز پس میبراییم ده یا مستقیم میریم دوستان عزیز چی کنیم دوباره برایم این بازار فصل این سرک است دیگه. نام خدا سرک جور نشده دوستان عزیز. چند روز قبل بندش کرده بودن ما گفتم حتما در حال بازسازی است. نه که در حال بازسازی نیست که هیچ. هنوز بسیار کارا مانده که دیگه انجام شود و بازی بازسازی شود. ببینین بازار دوستان عزیز چی نیست یعنی چه قسم خانک است. چی رنگ خانک است دوستان عزیز. بسیار متمیده شمال و باد است. بازار میبینین دیگه ساکمت بازار گد و از هر چیز است. از ترکاری و مولی گرفته تا زردک و نمیفهمم پیاز و کچالو و میوه و ترکاری و کدو و بادرنگ و انار و همه چیز دیگه خودت انار هم چالک 40 افغانی دیگه بگوید انار چالک 40 افغانی. مانجان سیاره ببینید بازار این تو بازار دوستان بزنی بازار ها واقعا دیگه بازار است. این سرای شمولی تو بازار نداره دوستان. باور کنید سرای شمولی تو بازار نداره که بازاریجه است.
شرکت تجارتی و تولید صنایع دستی گند افغانی پشتون، لباس های افغانی، گند افغانی دوستان عزیز. بازار دیگه اینجا یکا دوستان عزیز خلاص میشه. اون طرف هم ببینین خوب بازارک داره. دوستا هم هستن اونم ببینید که همیجا سیل و ساتری دارن دیگه. بازار هم تو ادامه داره دوستان عزیز. سرک مترو نیست. دیدین یک موتر نبود، فقط بازار است. طرف مسجد است، چهاریار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این مسجد بازارم اوجش در اون طرفا بود دوستان عزیز. نزدیکای 500 فامیلی طرف بازارش اونقدر چی نیست. بازار سیستم نیست دیگه. این قصر عروسی روم هم سلطنت دوستان عزیز، از قصرهای عروسی 500 فامیلی شهر کابل. پشت تالار عروسی روم از دوستان عزیزی طرف. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه دیگه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همایتان با الله متعال و پاک و بینیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همایتان.